یادم است و همگی یاد دارین وقتی که قدم به مکتب میگذارین. خب عباره مادر برامون روشنی میاندازند. مادر یک چیزی بزرگ است، یک چیزی مقدس است، احترامش باید کرد، قدرش باید دانست و آیستا آیستا همه چیز میرود تا به مسجد. وقتی که پا به مسجد میگذارین و در امر معروف ها و در صحبت های علما ها و در صحبت های اهل زیا وقتی اهل مسجد وقتی می نشینین، ما و شما را با این بشارت میتونن که مادر بزرگ است، مادر احترام دارین، قدر پدر و مادر خواب بسیار عزیز دارین، زیرا که پیامبر خدا میگه به هیچ زیر قدم مادران است و همه چیز دیگر در سر ما جا میشه که بله مادر واقعا یک چیزی بزرگ بوده است، پس باید احترام او را داشت. و در جامعه هم البته کسایی هستند به خلاف و کسایی هستند به خدا و کسایی هستند به آره که خب بعضا مورد بالای مادرشون ظلم میکنن، بالای مادرشون تحقیر میکنن، بالای مادرشون فشار میورن و جامعه برای اونها میخنده، میگه خاک تو سر تو ولی جوان مرده که مادری که تو رو با هزار آرمان و آرزو کلان کرد امروز آمد زیر تحقیر، زیر شکنجه تو قرار گرفت. و یا یک گروه جوانایی هستن که مادراشون رو میبرن در خواب نمیدونم خانه پیران سالان، در کوچه میگذارن، خانه‌ش میگیرن، با فروش میگذارن، پیسه رو جمع کنن، روی خانه‌اش برن یک جای دیگر زندگی میکنن. این مادر میمونه در دشت. و در جلسه های رسمی رهبر کشور هم نیز خطاب میکنه که سیاست من بالای مادران خیلی جدی است. من نمیگذارم. من نسبت به زنان و بانوان خیلی جدی رفتار میکنم و قدر و احترام اونها رو در جامعه باید دانست. خب تعریف میکنه وقتی مادرش پیشش میارن درباره مادرش حرف میزنه، اشک میریزه، قصه میکنه، توش نقل میکنه. خب و در نظر مردم یک انسانه که خب ارزش های انسانی را میدونه، قدر و قیمت مادر را میدونه، برای مادر چقدر غمخوار است، شاید دلش برای مادر خودش میسوزه. من در این هیچ شکی ندارم. حتی حیوان است بعضا مورد برای مادرش دلش میسوزه، کوی جایی که اون انسان است. من هیچ شکی ندارم که ولی برای رحمانوف هم مادرش عزیز است، واقعا دلش میسوزه، آبی چشم میکنه و ناراحت میشه هنگامی از دنیا گذشتنش. شاید چند روز هم ماتم گرفته و شاید امروز دیگر تنها بودنش احساس میکنه. این یک فلسفه زندگی از گرچند بزرگ هم که باشه، وقتی از برد عزیزات نزدیکات میروند دیگر با سالهای طولانی دیگر بر نمیگردند، کلا از قید حیات میروند، یک نفری تنها میمونی، پرشکسته میمونی. این چیزی نرمال است در زندگی، همه چی میشود. اما وقتی که از دالان‌های بلند حکومت، از مکتب و از مسجد و از خیابان و از تلویزیون و رادیو و رسانه و گزیده و نمیده هر جا که نباشه، وقتی عباره مادر ذکر میکنن یک چیزی بزرگ، یک انسانی خیلی با احترام. اما چند روز پیش ما شاهد یک حادثه شدیم که یک زن، یک مادر به خاطر عقیده فرزندش که سالش از 18 بالا است با شعبه پلیس شهر وعده دعوت کرده می شود و بعد از او به نام و نشان می شود. طبق قانونگذاری کشور 72 ساعت حقی بازپرسی دارند. از اون بعد دیگر اونها حقی ندارن که این زن در بازداشتگاه محکم بکنن تا زمانی که جرمش معین نباشه. ولی 5 روز این زن، این مادر به نام و نشان، شوهرش نمیدونه، فرزندش نمیدونه، مادرش نمیدونه، دیگر فرزندش شاید نمیدونه و عزیزای کسی نمیدونه که این در کجا است. در شعبه پلیس است، شاید در راه صدمه شد، از چه حادثه رخ داد، شاید نمیدونم، هزارها مثال ها، هزارها فکر در ذهن انسانیت میبید. ولی یک حکومتی که دارای عقل سالم است، ما میگیم امنیت دارد، وزارت دارد، کمیته دارد، اینا خادم مردم هستند، یک شهروند او منطقه را میگیره، بازداشت میکنه و از بازداشت کردن او برای کسی معلومات نمیتیه. این چگونه نظام است؟ و بعد از 5 روز خب وزارت کارهای داخلی خبر میده که مادر عبدالرحمن 09 شاهده محمد جانوه در بازداشتگاه قرار دارد. خب ما خدا را بگذاریم. مادر بلاگر در تاجیکستان با همکاری با گروه 24 متهم کردند، نزدیکانش سیاسی است. واقعا در اینجا من با تمام مسئولیت میگم که مقامات ما اکنون
عقل خود را گم کرده است. دیوانه شدن، دیوانه. یک زنی که از فرادرنی که از ظلم زیاد بالا آوردن به خاطر فرزندش، آیا باز هم میره و همکاری با کدام حزب و حرکت میکنه؟ این چی نمود؟ کجاش منطق؟ کجا است منطق؟ اینجا تحقیر، خیانت، تجاوز در حق زن مادر است. وقتی این باره مادر من این زن مثال میارم، این مادر مثال میارم، فکر نکنه که فقط صحبت من بالای این مادر است. امروز هزارها مادران ما و شما زیر اینمی شکنجه و تحقیر قرار میگیرند. این عمل مقامات تحقیر در حق مادرهای تاجیک است و حقوق و آزادی های زنها و مادرها را از بین بردن است. مقامات تاجیکستان و کمیته امنیت یا که وزارت کارهای داخلی و یا پروکراتورای گنرالی، اینها یک نهاد شدن قاتل، تجاوزکار، ظالم، خیانتکار و میبیان دست درازی میکنن بالای زن، بالای مادر. اکنون فرزند یا که مردها دیگر خلاص شدن در جامعه، به هر جرم هزارها را بردن زندان کردن. این نقطه خیلی جای نگرانی است که اکنون اینها دست درازی میکنن بالای زن، مادر. واقعا این بسیار پیامک های بدی دارد. آینده این ملت، آینده زنها و مادرها خیلی از زیر علامت سوال است که اینها چه کارهایی را انجام میدن. اینها واقعا یک گروه به خدا، یک گروه احمق، یک گروه بیناموس در وسط هستند. من نمیگم همه اونها، کسایی هستند ایمانن، وجدانن، مسئولیت از کار میکنن، اما در داخل این نهادها یک گروه ابله و احمق و بیناموس و خب نمیدونم دیوس در اون داخل است که با کدام رو چگونه یک زن غیر رسمی ناپدید می شود، 5 روز کسی از او خبری نداره. آیا گجاست منطق؟ کی باید حرف زنه؟ کی؟ در حالی که مسئولین وزارت کارهای داخلی تاجیکستان شاهده محمد جانو را، مادر بلاگر تاجیک شهرزاد یا که عبدالرحمن 09 محمد جانو را با اتهام متهم کردند. پیوندانش راضی نیستند. خب طبیعی که پیوندانش در اینجا صحبت میکنه که قضیه مادر من قضیه سیاسی است. با طور مثال خب اینجا ویدیو چی مشکلی دارد؟ با طور مثال بگذار بگذاریم صداشو بلند کن. به همکاری با گروه 24 گمانبر دانسته می شود. وزارت کارهای داخلی شام 8 فوریه و بعد 6 روز ناپدید شدن زن تصدیق کرد که او بازداشت شده است. شهرزاد محمدجانوف بلاگر مقیم آلمان و پسر زن بازداشت شده میگوید حبس مادرش جلوی سیاسی دارد. مادر مرا به اساس دزدیدن، 6 روز غیر قانونی نگاه داشتن. نمیدونم که مادر من چی پوشید، چگونه خواب کرد، در کجا خواب کرد و چی خورد. آیا در وقتش نمازهاش خواند یا که نه، ما خبر نداریم. پس از این جنایت های خود میخیزند، میگویند که محمد جان و شاهده نسبت او پرونده ای با ماده 307 قسم ده کشوده شدگی است، اما نمیگویند که برای کدام کار یا اینکه نه. در این زمان وزارت کارهای داخلی در اظهارات خود نسبت شهرزاد محمدجانوف گفت که او بلاگر و یا اینکه اپوزیسیونر نبوده، بلکه برای صادر نمودن جنایت‌های دارای خصوصیت اکستریمیستی تروریستی در جستجو قرار دارد. اما بلاگر مهاجر تاجیک میگوید هدف از حبس مادرش محض بلاک‌های او میباشند. این پرونده را نسبت مادر خودم پالیتیچسکی موتیویره و نمیدونم، چون که گناهکار اصلی من هستم و میخواهند که فعالیت های من را منع کنند، چون که فعالیت های من با جوانان تاجیک به حد زیاد شده ایستادند و از این که جوانان تاجیک باز هم با فهم، باز هم با سوادتر میشوند، حکومت جمهوری تاجیکستان یک ترس بزرگ دارد. مسئولین ائتلاف سازمان‌های جمعیتی ضد شکنجه و بی‌جزایی میگویند برای محمدجان و وکیل دفاع جدا کردند، ولی ادوکات با محمدجان و تا حال وا نخورده و با پرونده هم آشنا نشده است. دستگیر شدن شاهده محمدجان و این تنقید را باری دیگر سر زبان‌ها کرد که مقامات از نزدیکان مخالفین همچون ابزار فشار استفاده می‌کنند. مقامات در گذشته این گونه انتقاد را رد کردند.
مقامات قدرتی خب تا امروز ما دیدیم که هر چیزی که تصمیم گرفتن و که در وسط شرمنده شدن، به آبرو شدن، جامعه که صدا بلند کرد و زود برمیگردن به یک طرف دیگر. من اینجا به حیث یک مسئول اعضای حرکت سیاسی گروه 24 وقتی همین پرونده را نسبت این زن پیاده کردن که همکاری با گروه 24 نمیدونم که یا که بخندم به حالی ابله‌ها و کسایی که این پرونده را باز کردن یا که بگیریم یا که نمیدونم سرم در کجای بذارم که بلیازی خدا. خیلی احمقانه رفتار کردن، خیلی احمقانه رفتار کردن که یک زن از داخل تاجیکستان که به خاطر فعالیت‌های فرزندش که در هیچ یک حزب و حرکت نیست چقدر تحقیر میشنه و چقدر دشنام میشنه، از جای کار رانده شد، هر روز شعبه پلیس دعوت و امروز باز میرود در همکاری با یک حزب و با یک حرکت. این بسیار احمقانه عملی بود که شما برآورده رسانوی کردین. اگر این را شما با حزب نهضت با پیمان ملی لااقل یک کمی روشنی میانداخته اینجا، چون عبدالرحمن با آنها کمی رفت و آمد زیادتر داشت، شاید کمی نزدیکتر بود چون در صحبتاش میگه، ولی با گروه 24 من هیچ یک جلسه ای ندیدم، هیچ باری هم ندیدم که آمده باشه در جای ملاقات کرده باشه که میگیرین این نفر عیبدار میکنین مادر همکاری با گروه 24. یعنی شما چی را میخواین اینجا معرفی کنین؟ چی را میخواین؟ این چی فایده داشت این عملی که شما کردین که یک زنی بیچاره را که در برابر این قدر تحقیر و تهدید شما باز هم صبر کرده، صبر پیشه کرده و در وطن نشسته است، باز هم میبرین جرمش بالاش میبرین زندانش میکنین، از 5 تا 8 سال روانه زندان تهدید میکنه. وای به حال ما جامعه، وای به حال ما مردها عضو این ملت که اکنون این بی‌شرفا همه را برنامه را تمام کردن، هر تحقیری که در حق این ملت کردن و همه یک مادر، گرچنده که مادرای مبارزان می رفتن می آمدن بارها دعوت شدن، ولی این اصول بسیار یک اصول نو است و بسیار پیامک های بدی داره. اگر جامعه ما خاموش باشه، اگر جامعه ما در برابر این همین تحقیر یک زن که واقعا بسیار تحقیر بود، اگر این عمل در یک کشور دیگر میشد شاید هزارها جوانها، من در او عقیده بودم که تمام که جوانهای ما ویدیوها زیاد و مراجعات ها زیاد و میدان نشینی ها زیاد و اعتراض ها زیاد میشه که شما بلیاز خدا در حق این زن مادر تحقیر نکنید. ما حالا هم حس نکردیم که یک زن یک مادر فرقی نداره مادری کی است او عزیز باید باشه در جامعه. ما میریم از زن یک افغانستانی دفاع میکنیم، خب بگذار دفاع کنیم. ما میریم از یک امریکایی دفاع میکنیم، ما میریم از یک چیزهای نمیدونم آخه یک مسئله های در بحث میکنیم دفاع میکنیم. اما امروز یک مادر تاجیکستانی زیر شکنجه، زیر تحقیر، زیر تهمت، خدای نکرده میره و 8 سال روانه زندان، 5 سال روانه زندان. آیا ما و شما میتونیم خود را بخشید؟ آیا برای ما اجازه است پس زندگی کردن؟ آیا برای ما ننگ نیست، ناموس نیست که چگونه ما بعد از این قدر تحقیری که در حق این ملت میکنن باز هم چیکار میکنیم؟ سر مثل همون مرغاوی سرمون در زیر رگل لغت میکنیم و خاموش میستیم مثل شتر مرغ. آیا همی است عضو یک ملت بدن و آیا همی است مرده و مردانگی بدن؟ همین است. خدا به همون خاطر دوستای عزیز من انشالله امیدوار هستم که جامعه ما تا این حد حالا شاید خاموش نشده باشه، شاید کسانی باشه لااقل که از این زن دفاع کنه. خیلی انگوش شمار من دیدم کسایی را که از این مادر دفاع کردن، حرف زدن، درد دلشون گفتن، گرچند خیلی کم هم بود اما لااقل گپ زدن. مثال اینجا یک نواری دیگر ما از همو ولی صبر سرتیه بد بیا گیرمش کن. در اینجا یگان کس گپی راست نمیگه، همه گپ. این زن برای گم شدن دخترش گریه می کند.
فرزند او شاهده محمد جانو به گفته نزدیکان روز 3 فوریه به اداره پلیس شهر وحدت دعوت شد و دیگر به خانه باز نگشت. مقامات از دادن همگونه شرح در این باره خودداری میکنند. نزدیکانش میگویند تلاش‌های آنها برای فهمیدن جای شاهده محمد جانو تا این دم بی نتیجه بوده است. وحدت رفتم. وحدت همون نمیدونم عدل ششم عدل چیه، همونجا رفتم. پاپکا در دستش برآمد. بعد گفت که نمی آدمای. بعد گفتم، بعد من نزدش رفتم، خیلی نگاه کردم. گفت که 1 دقیقه بیستی، 1 دقیقه بیستی. با عبرت ندار آمد. مقامات از جمله مسئولین وزارت کارهای داخلی درباره تقدیر شاهده محمد جانو و یگان شرح نمیدهند. تلاش‌های زیادی ما برای گرفتن نظر مقامات تا این دم بی نتیجه بود. پیوندانش گفتند درباره بی‌درک شدن محمد جانو یک نامه آماده کردند و آن را به دستگاه اجرایی رئیس جمهور و دادستانی کل می‌فرستند. شاهده محمد جانو مادر شهرزاد محمد جانوف بلاگر تاجیک مقیم آلمان است. این بلاگر بارها از عملکرد مقامات درباره ستر و حجاب انتقاد کرده است. شهرزاد محمد جانوف باور دارد که مادرش را به خاطر برآمدهای او دستگیر کردند. چند باری که مادر مرا به شعبه‌های کارهای داخلی دعوت کردند، تنها یک چیز خواستند که فرزند شما بیاید. آنها از تجربه سیورنی کره گرفتند، از تجربه ترکمنستان، از تجربه ولایت تینزیان دولت خیتای و باز هم از چچنستانی سوبیکت دولت روسیه. دلیل به خانه جواب ندادن شاهده محمد جانو و هر چیزی که باشد برای این مادر حالا مهم نیست. او می‌خواهد مکان دخترش و چه احوال داشتن او را فهمد. خواهش من همینه که ای مقامات حقوق، ای مقامات حفظ حقوق، طلب دارم که در جان بدن دختری من گپ زنند. سازمان‌های حامی حقوق و گروه‌های مخالف حکومت بارها مقامات را برای اذیت و آزار نزدیکان مخالفین در داخل کشور انتقاد می‌کنند. مقامات تاجیکستان همواره این گونه تنقیدها را رد کردند. خب دوستان عزیز، یک نقطه بس هست، میگه اگر شعور است. واقعا اگر هر کسی که شعور داره، هر کسی که خب انسانیت هم میدونه، هر کسی که لااقل از انسان به دنیا آمده است، حس میکنه، درک میکنه که در اینجا چی درد خفته است. برای یک جنایتکار جنایتش معین کردن نمیبرند 5 سوتکه به نام و نشان باشه، پرونده بر دروغ بسازن، بعد اعلان کنن که این نفر جنایتکار بود. و خیلی جای نگرانی است. من واقعا این عملی مقامات بسیار یک عملی وحشیانه میبینم و بعد از این اگر جامعه ما خاموش باشه و جامعه شهروندی روزنامه‌نگارا، خب دیگر طبقه جامعه که اگر در برابر این مصیبت خاموش باشین، خب عاقبت به خیر باشد که زنهای این ملت در کجا قرار میگیرد. مادرهای این ملت، ما بارها از ناموس و از عزت زن مادر گپ زدیم که ما چگونه در خارج از کشور زیر لط و کوب اجنبی قرار داره، مادرهای ما در آغوش اجنبی است و دیگر مثال ها را آوردیم. ولی امروز اکنون این حادثه در وطن خودمان که تاجیکستان نام دارد، دعوای امنیت و ثبات میکنند، دعوای صلح و دعوای آزادی و دعوای حقوق بنیاد میکنند، این حادثه های وحشتناکی که تحقیر در حق یک زن است در وطن ما صورت میگیره. عاقبتش بخیر باشد و وای به حال واقعا این ملت، وای به حال من شخصا که شاید کاری نمیتونم در حق این مادر کردم. هیچ خما واقعا نمیبخشم، به خاطری که چون ما از تجربه زندگی یا که از نمیدونم رفت زندگی چیز آموخته که مادر یک چیزی بزرگ است. فرقی ندارد زن مادر، نگفته است که ایمینا مادریت یک چیزی بزرگ است. عباره زن عباره مادر خیلی بزرگ ذکرش کرده.